سلام رفقا. امروز اومدم درباره یه حقیقت تلخ و شیرین و پر از پشم‌ریزی صحبت کنم. چرا خانم و آقایون همو نمیفهمن؟ چرا یه دعوا ممکنه برای یکی تموم شه ولی برای یکی تازه شروع؟ من کشفش کردم و مغزم ترکید. بدانید و آگاه باشید. مردا صبح که بیدار میشن سیستمو میزنی آف و آن، یه ریست کامل. دیروز پاک، دلخوری پاک، جنگ جهانی سوم پاک. میاد میگه عشقم سلام، صبحانه چی داریم؟ انگار دیشب کله پاچه سر سفره نبوده، نارنجک وسط خونه ترکیده بود. پرانتز باز، اگه تو صبح پا میشی یا هنوز از دیروز هرس داری یا انرژی سگ تو بارون حبزات بیشتره، داداش برو یه دوش بگیر، یه زندگی کن، هورمونات قاطی کرده. پرانتز بسته. اما خانوما چی؟ اینجا جاییه که ما باید بشینیم کمربند ببندیم. چرخه هورمونی مرد 24 ساعته است. روزانه شارژ، مثل پاوربانک فست شارژ. ولی خانوما 28 روزه. یعنی خانم صبح بیدار میشه، ادامه قسمت قبله. قسمت قبلتر سریال کینه های ناگفته فصل 3 قسمت 25 این ماه. مرد میگه عشقم بیا فراموش کنیم بیشب و زمان میگه فراموش. من تازه فلش بک زدم، قسمت مهمش یادم اومد. نتیجه یه تفاوت. باست مرد میگه موضوع تموم شد، زن میگه ریپلی، سلو موشن، زومین، آرشیو. مرد میگه چرا یه موضوع ساده رو 3 روز ادامه میدی؟ زن میگه چطور ممکنه یادت رفته؟ مگر مهم نبود؟ مرد فکر میکنه خانومه گیر میده، خانوم فکر میکنه مرد بی احساسه، در حالی که نه گیر وجود داره نه بی احساسی. تنظیمات کارخانه فرق داره. پس دفعه بعد اگر دیدی خانومت روز بعد هنوز درباره اون لیوان نشسته تو سینک حرف میزنه، تعجب نکن داداش، برای تو دیروز پاک شده، برای اون ادامه سریاله. و خانوما، اگه مرد فرداش با ذوق میگه صبح بخیر عشقم، نه داره فیلم بازی میکنه نه داره تظاهر میکنه، ریست شده، ویندوز بالا اومده،